اول یک تا ما چمبته میدید مبارک داخل جا غازی خوب هستی؟ جانک جور است؟ نامکت کاکایم حمیدالله کاکا حمیدالله گل ایت خیر تر شدید کدی نکردی؟ نه ایت نکردیم از امروز اول؟ امروز اول اونم خواهی کل شاید امروز اولی شما میشینین؟ دو قبا خب هیچ ایت نکردی نمازم نرفتی؟ نماز رفت نماز نمیجا خوند در مسجد نمیجا خوند نماز خوند؟ آه نماز خوند بعد از او دیگه دکارم؟ دکارم همین دو روز ایده دکار بود؟ آه کل ست دکار والا این رقم خو مزه نمیده اگه نباشه چی کنیم من نمیوی خوش کنم دیگه هیچ نبود دیگه در خانه با این دامه هیچ چیزی نگیریم هیچ از اشتکای مکتب کشیدیم اشتکار مکتب کشیدیم توانش نداشتیم از مدرسه کشیدیم اشتکار از مکتب کشیدیم؟ از مدرسه کشیدیم نداشتیم پیسه نداشتیم از مکتب دولتی؟ آه توان قلم و کتابچه‌ش نداشتی؟ نه کار نیست دیگه چی کنم اینجا هم که بشینیم میان میبرن دفعه بردن باند باغ علاقه این دفعه برن در رود باد بند بچه کلان داری؟ 7 سال 7 سال است؟ سری گپار های من نزنی که اید از خود جگر خونم نسازی. بسیار کسایی دیگه هم هست که بسیار مشکلات داره. ما تو کمیال خودم میبینیم که جان ما شکر جور است. اینمی پاچویی است. اینم که دیگه اینم قصرش خبر هم نباشی. هیچ گپی هم نیست. شکر کمی جان ما جور است در زندگی. اینمی گپای تا بالا داره. اینمی زندگی بلندی و پسیر که نداشته باشه. ما و شما باید بسیار زیاد قوی باشیم. مگر قهرمان هستی. بده قولتا قهرمان هستی. این قبول بکن. با این سال کابایی در روز سه امید کار میکنی. اینی بسیار گپ کلان است. ما ایدیام برات میتونم شماره تلفن تو میگیرم. ما در کجا هستیم؟ ما در پهلوی دفتر خود ما هستیم. تلویزیون آریانا و شبکه مخابراتی افغان بیسیم و سر پل لیسه حبیبی هستیم. کاکا را چهرهش ببینین، ویدیوش ببینین. عذرن خواهشن کاکای ما کمک بکنین. حتی اولادای خود از مکتب کشیده که توان از این نداشته که قلم و کتابچه و دیگه شب بخره که اون مصرف را که داره به اون رسیدگی بکنه. وقت ما تمام است. تشکر میکنم کاکای. ما بسیار معذرت میخوایم. ما صرف آمدم ایت مبارکی کنم میدی بتمت ولی ما خاطر یک ذره احساساتی شدیم. خیر باشه. هر چیزی که دوستم بیا برات میکنم. من زنده هستم. یک قدر خونم بونه کمکت میکنم. پس اولادایت ما در مکتب میبرم. قول است. اینجا وعده میتونم. هیچ چیزی که نشد از ماش خودم کمکت میکنم. خیر ما رای ما نزنی. ما وعده میتونم برات که ما اولادایت خودم در مکتب میبرم. هیچ تشویش مشویش هم در زندگی هیچ که نشد. ما از ماش خود کمکت میکنم. خدا خیرت مگر فقط خوش باش.